خوش آمدین دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به یک ویدیوی تحلیلی از بیت کوین. ما امروز هم مثل روزهای قبل تو حالت رنج بودیم که حالا من اینو توی حالت یک روزه قرار بدم بیت کوین رو و ببینیم که اصلا در حالت یک روزه در چه وضعیتی قرار داره. اوکی، حالا فعلا در حالت یک روزه ما میبینیم که چیز خاصی به قولی حرکت‌های خاصی انجام نداد. تقریبا از اینجا تا اینجا حدوداً چند روز 14 روز 2 هفته است که فعلا توی یه ناحیه رنجی کوچولو هستیم و خب بالاخره باید از این ناحیه در بیایم. این به چه صورت انجام میشه؟ حالا چیزایی که انتظارات تحلیلی که داریم اینه که ما یه باکس گونه ای داشتیم که خب باید میومد بالای 97,000 رو چند بود حدوداً دیگه، حالا این نوایی رو بگین 97,670 تا این نوایی 97,850 چون یه ناحیه تشکیل داد. پس ما باید کلوز بالای کندل رو ببینیم تا بتونیم بریم وارد این ناحیه بشیم. اوکی، وارد ناحیه بالایی بشیم. امروز در چه حالتی هستیم؟ میبینیم که اومدیم اینجا اگه می اومدیم زیر این کلوز کندل میدادیم، خب یعنی وارد یه فاز دیگه شدیم. یعنی ما اینجا وارد یه فاز دیگه شده بودیم، اوکی، که هنوز کف باکس مشخص نبود. ما اومدیم حالا رفتیم بالا، شادو زد و فلان، دیگه اومد اینجا دیگه کف باکس شد. یه بار، دو بار، سه بار، 4 5 6 7 8 بار در واقع نفوذ داشته به این ناحیه. از طرف بالا هم همچنان همینطور، یه بار، دو بار، 3 4 5 6 7 8 9. یعنی توی ناحیه هستیم که هم از بالا خیلی معتبر شده هم از پایین خیلی معتبر شده، ولی به هر حال باید به یه طرفی بشکنه دیگه اینو. یعنی نمیشه که همین جوری توی این ناحیه ها بمونه. اوکی، ما الان امروز شاید این بودیم که اینجا فعلا شکسته ولی خب کلوز کندل نداده. ما نمیتونیم بگیم که فعلا از باکس خارج شده، از این باکس نه، ما از این باکس ما فعلا خارج نشدیم. و اگه امروز اگر زیر این کلوز کندل بدیم، ما وارد دوباره یه باکس دیگه میشیم. با توجه به اینکه نوسانات خیلی کمه، من فکر نکنم مثلا نوسان خیلی شدیدی داشته باشیم. احتمالا وارد یه باکس خیلی کوچیک‌تر خواهیم شد. یعنی شاید یه باکسی که از اینجا تا اینجا باشه، حالا من نمیکشمش، معلوم نیست، حالا بعدا معلوم شد میکشیمش. و خب میبینیم که زیر این نباید کلوز کند. دیروز هم که نداد، ولی امروز فعلا داریم میایم پایین و این حالا ممکنه شادو بشه بره بالا ببنده و دوباره، یعنی همچین چیزی رو میتونیم انتظار داشته باشیم. اگه از بالا از بریم دوباره اینجا، حالا اینجا دوباره تصمیم بگیریم که اینو بشکنیم، بالاش کلوز بدیم، بیایم اینجوری و بریم تا بالای حالا این. حالا ما نمیدونیم اینو، اوکی، ما اینو نمیدونیم که حالا این کار رو انجام میدیم یا نه. من 2 تا ناحیه کشیدم، ناحیه مقاومتی بالا و پایین که میبینیم که ناحیه خیلی کوچیکن. واسه این که ما روندمون صعودی بشه، خب اینه که ما بیایم 101,401 رو بالاش یه کلوز کندل بدیم، ولی به صورت معتبر، یعنی جوری که ما 50-60% کندل بالای این باشه. یعنی کندل بزنیم که خیلی بیشترش اینجا باشه. ممکن کوچیک باشه این کندل، ولی خب بادیش واسه ما اهمیت زیاد داره. ولی خب این ناحیه هم باز دوباره ناحیه مقاومتیه متاسفانه، که حالا بالا پایینش یه ذره ممکن متفاوت بشه. اینجوری حالا بکشیم، این ناحیه خیلی بدیه. یعنی دوباره ما حتی اینجا کلوز کندل بدیم ممکنه بیایم اینجا و بعدش حالا ما یه روندی داریم. خب از نگاه کلاسیک هم نگاه بکنیم، من اینجا 3 تا خط کشیدم. این که یه روند خیلی قدیمی داریم، خیلی قدیمیه این روندی که این پایینه، یعنی این پایین. یه 2 تا روندم داریم که یکیش به قولی شیبش خیلی کمتره، یعنی این 2 تا رو در نظر گرفتم. یکیش هم شیبش خیلی تنده. خب که ما این شیب تنده رو بعد از حدودا 90 روز اومدیم شکستیم به پایین و وارد یه جورایی میتونیم بگیم ناحیه رنج اینجا تا اینجا شدیم.
پس ممکن نایه رنجمون دیگه این مدلی نباشه، این بالا یه ذره مشخص باید میتونید واسه خودتون بکشید اینجا رو. ولی وارد نهایی من میتونم بگم از اینجا تا اینجا شدیم، فعلا هم 10 روز همینجا هستیم، چون که نوایی خیلی بدی هستن ما حالا فعلا گیر کردیم، مگه اینکه اینو بشکنیم دیگه، تقریبا اینو بشکستیم به نظر من پایین ترا میتونه مستعجل بشه و بتونیم بیایم و این خطا رو ببینیم و خدای نکرد اینجا رو بشکنیم که افتضاح دیگه وضعیتمون. و خب حالا من اینجا این خطا رو کشیدم، حالا اینجا ما توی کانال تلگرام گفتیم اینجا شکستی رخ داد، پول بک میزنه. حالا پول بک ممکنه خیلی زیاد باشه اینجا، چون نایه مقاومتی مهمه، پول بک های زیادی زد به این نواحی، ولی در حالت کلی شکسته بود. ما اینجا شکستیم در واقع اینجا، ولی خب اون همه قوی نبود. حالا برگشتیم دوباره، احتمال داره دوباره هم بریم تستش کنیم که اینجا هم نایه 50 همین چیزه، مربع بالاییه، باکس بالایی 99,600. اینجا یعنی ناحیه‌ای است که ای امروز بالفرض بخوایم بریم ممکنه یه شادو بزنیم بیایم زیر، حالا شادوهای بلند، نه شادو خیلی بلندی باشه، پایینش یه خیلی عجیب غریب میشه. حالا ما منتظر چی هستیم اینجا؟ منتظر این اگه کلوزی کندل بده ما اینجا 94,700 تا 94,200 یه ناحیه مقاومتی خوبی داریم. اوکی، فعلا دست نخور، یه بار چند بار تاچ شده، 2-3 بار تاچ شده، با توجه به این حرکاتی که این داشت 8 بار هی میزد بالا و 8 بار پایینش، ممکنه این پایین هم یه 7-8 باری بزن. یه ناحیه احتمالاً رنج خیلی کوچیکی اینجا داشته باشیم که به هر حال بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. احتمالاً حالا با توجه به این خیلی دیگه ریزه، یعنی 700-800 دلاره، احتمالاً حالا این یه حرکات دیگه هم انجام بشه اینجا. حالا اینم فعلا نخورده، احتمالا بیاد یه تاچی بکنه این ناحیه رو، 94,890 تا این نوایت 94,150 که حالا دقیق ترش هم بکشیم، همچنین 94,080 94,100 در نظر بگیم. این نواحی فعلا ناحیه مقاومتی خوبیه. اینجا ما انتظار یه پول بک رو میتونیم داشته باشیم، یعنی اینجا بیاد این مدلی، بعد بیاد یعنی کلوز رو بده، بعد بیاد اینجا و بعد دوباره بیاد مثلا اینجا یه ذره دوباره اذیت کنه، بعد بیاد اینجا و بالاخره بشکنه بیاد مثلا پایین. و ما میتونیم اینو مثلا این مدلی هم در نظر داشته باشیم که حالا چند روز هم اینجا مثلا خیلی دیگه نواحی مرده باشه. حالا چرا این اتفاق افتاده ما نه اینجا؟ چون که ما یه شوکی وارد بازار شد. اونم شوک چجوری بود؟ چرا این شوک از این بیشتر بود؟ چون که ما توی این شوک دامیننسمون خیلی رفت بالا، بعد دامیننس تترمون رفت بالا، دامیننس بیت کوینمون هم رفت بالا. ملت دیگه از آلت کوین کشن یه جورایی سرمایه گذار دیگه اصلا دوری میکنن از بازار و بیشتر میگن نه بیت کوین حالا نه خریدن داره نه فروشنده داره. فعلا باید یه مارکت میکر یه کاری انجام بده دیگه این قسمت ها. پس فعلا این نواحی رو در نظر داشته باشی که احتمال این هم هست که مثلا اینجا ما بخوایم یه رنجی بزنیم این مدلی، مثلا هی بریم بالا پایین یه 2-3 بار بزنیم و مثلا بشکنیم یا از پایین یا از بالا، و ممکنه این حرکت هم انجام بشه. ولی فعلا که کلوز کندل زیر این بدیم، خب نمیگم که فردا نمیایم اینجا رو نمیبینیم، ممکنه فردا بیایم اینجا رو ببینیم. معمولا کلوز کندل میاد به صورت شادو بالاها رو هم ور میداره. چرا؟ چون که ملت ها خروج بدن، یعنی فروشامون اینجا مثلا اوردرهای فروشمون خیلی زیاد میشه، پس کلوز کندل زیر این فردا رو میتونه مثبتش کنه. اوکی، ولی کلوز کندل خوب دیگه، آخه اینجوری ببنده من چی بگم در موردش؟ نمیشه در موردش چیزی مثلا بیاد اینجا ببنده، آره یه کاری میشه کرد اینجا. ولی خب حالا مثلا بالفرض اینجا ما فردا رو احتمال صعودی ببینیم. خب حالا امروز حالا نمیتونیم در موردش تصمیم بگیریم، معلوم نیست شاید این برگردی بره بالا، ولی خب بالفرض اینجا مثلا کلوز فردا میتونیم صعودی در نظر میتونیم بعضی ترید ها رو انجام بدیم، چون معمولا اینجوریه دیگه. ببینیم ما زیرش کلوز دادیم اومدیم بالا، اومدیم حداقل 50% رو برداشتیم از بالایی که ممکنه بیایم 50% تا بیشتر شده 97,000 رو برداریم و بیایم یا حتی بریم، چون ناحیه رنجمون کوتاه ممکنه بیایم سقفش هم بزنیم. اوکی، این حرکت واسه بیت کوین رو من فعلا در نظر دارم
و حالا نواحی ترید آخه الان ترید و روی بیت کوین آخه چه اصلا معنا و مفهومی نداره روی بیت کوین الان بیای ترید بکنی. اصلا مثلا از این ناحیه تا اینجا مثلا اینجا میگرفتی یه روز 2 روز 3 روز، الان مثلا 4 روز مثلا گذاشتی مثلا 3% ثبات واسه 4 روز که الان معلوم نیست. یا مثلا شورت الان اگه میتونستی بگیریه اونقدر ناحیه به قولی بدیه که اصلا نمیشه در موردش تصمیم بگیری. ولی خب ما میگیم وارد این ناحیه شدیم، خب معمولا وارد یه ناحیه بشیم باید بیایم زیرش هم تاچ کنیم دیگه. اینجا نواحی مهمه. خب الان بگیم اینجا حمایت نشد اومد پایین تر، خب بگیم که اصلا اینجا حمایت نشد اومد پایین تر، هدف اصلیمون کجا میشه؟ این ناحیه که 92,600 خورده ای هستش. حالا چرا اینجا رو گذاشتم؟ به خاطر ببین اینجا و این شادوه، یعنی زیر این ممکن اینجا رو بزنه و معمولا اینجوری یعنی دقیق نمیاد اینجا یا اینجا یا اینجا، یه ناحیه‌های قدیمی تر رو برمی‌داره. یعنی نواحی نزدیک رو معمولا بر نمی‌داره، میاد نواحی قدیمی تر رو برمی‌داره که اینجا هم هست. البته ببین نواحی قدیمی که شادو خیلی بهتریه، معمولا میاد این مدلی عمل میکنه. نه اینکه چون که همه دارن شادوها رو بررسی میکنن، شادوهای اخیر و شادوهای قبلی رو خیلی قبلی رو که خیلی مهمن رو بررسی نمیکنن. خب پس میتونیم انتظار داشته باشیم تا حالا عدد دقیق که نمیشه گفت حالا بالا پایین میشه، ولی خب احتمال بیاد اینو تاچ کنه. مثلا بالفرض شما گذاشتی اینجا ممکنه اینو تاچ نکنه. خب اینجا مثلا اگه ما بیایم در نظر بگیریم که دیگه اون نواحی خیلی شدید رو میخواد بررسی کنه اینجاست. خب ممکنه 91,822 ناحیه خوبیه. اوکی من نمیشه گفت که دقیق خط میخوره نمیخوره، ناحیه است در واقع. حالا من اینجا تا اینجا که حالا کشیدم اینا چی رو نشون میده؟ اینا رو ما روی 4 ساعته بیایم بهتره. چرا؟ چون این نواحی میتونه متفاوت باشه، اینجوری نیست که مثلا توی آره دیگه اینو درستش کنم. آره اینجا رو بشکنه گفتیم این ناحیه، از این ناحیه تا این ناحیه بچه ببین اینجا رو میبینین این ناحیه شاید بگیم که زیر این کلوز کندلات بریم یه شورتش رو بگیریم دیگه. به نظر من نه، از این 92,670 تا 89,100 اصلا واسه شورت گرفتن مناسب نیست. ممکنه اینجا بگیری بیاد اینجا، ولی ممکنه اینجا مثلا کلوز کندن دیگه میگیرم دیگه تا اینجا میاد، ممکنه بیاد تا اینجا بعد برگرده. چرا این ناحیه رو من درست نمیبینم؟ 92,500 تا 89,100 رو من ناحیه درستی واسه ترید نمیبینم. این ناحیه اصلا به درد نمیخوره، واقعا به درد نمیخوره این ناحیه. چرا میگم به درد نمیخوره؟ شاید بگین چرا مثلا میگی به درد نمیخوره؟ دلیلش اینه که ما اینجا در واقع یه ناحیه گرهیه که بهش حالا اصطلاحاً بعضی ناحیه شکار، ناحیه هانت یا این حالتی رو داره. یعنی ناحیه هست که میتونه شدید واکنش بده، این ناحیه میتونه خیلی شدید واکنش بده، واسه همین ارزش نداره مثلا تو این ناحیه مثلا بالفعل وارد شد ممکنه بیاد اینجوری بکنه، سریع بیاد اینجا سریع برگرد و شما بمونید، یعنی استاپ بخورید. ولی بالا این ببینید مثلا اومد اینجا بعد اومد اینجا میتونید یه بگیرید. حالا این ناحیه هانت رو نمیمه، ولی به نظر من میاد که این ناحیه های هانت رو بیاد یه تاچی بکنه. حالا اینجا مثلا یه نقطه حالا میتونید یه راحت خط روندی بکشید که حالا البته اینجا رو نشون میده، حالا کاری نداره، ممکن اینجا رو برداره بعد اینجا، ولی خب اینجا ناحیه ترید نیستن. اینو در نظر داشته باشید که به نظر من این نواحی ترید کردن اصلا نیستن، چون واکنش سریع احتمالا اینجا بگیریم از بازار. واسه اسپات چرا مثلا میتونید یه 2-3 تا پله مثلا بخرید، حالا تو نه تو بیت کوین، حالا تو ارزهای دیگه، چون میخواد چند درصد مثلا بالفرض واکنش نشون بدم. و در حالت کلی بیت کوین رو من فعلا اینجوری یعنی میبینم. حالا تو مارکت والیوم هم نگاه کنیم، ما توی دامیننس تتر هم یه نگاهی بکنیم. دامیننس تتر میبینیم که در ساعات اخیر الان 3 ساعت است، بیایم روی 4 ساعته که بهتر ببینیم که میبینیم که یه حرکتی داشته. این ناحیه واسه ما خیلی مهم بودن.
4.42. داخل یه محدوده ایم دیگه، یه محدوده نمیدونم میتونیم اینم باکس در نظر بگیریم، یه ناحیه رنجی واسه خودش تشکیل داده. اوکی، اینجا ببینید ناحیه های هانت خیلی مهمن. یعنی چی ناحیه هانت؟ اینجا رو حالا ما اینو دستکارش نکنیم، این خط دیگه بکشیم که اینجا ببینید ناحیه هانتی که واسه ما داده بود اینجا تقریبا میشه. خب واسه ما این ببین این همین چیزیه که تو بیت کوین خیلی زیاده ها، اینجا خیلی تریدا میشه کرد. ولی این نواحی مثلا چون ناحیه خیلی بزرگی از 4.19 تا 4.48 رو آلت کوین 30-40% اینجا مثلا میبینی پامپ و دامپ داریم. اوکی، ولی این ناحیه‌های جذابی واسه ترید کردن در کل نیستن. زیر این آره اوکیه، بالای این آره اوکیه، به نظر من بالای این اوکیه. ببین اینجا وارد شدی، اینجا ترید کردن معنا مفهومی نداره. اینجا اومد ما میتونیم شورت هایی بگیریم. چرا؟ چون که اینجا ما نوای مصرف نشد. حالا این 4.80 رو چرا کشیدم؟ یه جوری نصف کندله این حساب میشه. 4.80 یا نایه خوبی هم هست. پس اینجا نایه‌های جذابی نبودن در کل. درست خیلی طولانی بود ولی نایه جذابی نبودن. اینجا ما پامپای شدیدی داشتیم، اینجا دامپای شدید داشتیم، پامپ اینجا دامپ. الان یه جورایی یه ذره اینجا تا اینجا پامپ داشتیم، دوباره داریم دامپ میدیم. خب نایه جذابی فعلا از نظر من این نواحی خیلی جذاب نیستن، ولی واسه اثبات کاره نه واسه تریدر اینجا گیر نمیکنه. یه حالت هانت گونه داره اینجا. چجوری؟ یعنی من اینجا وارد میشم میام، ببین اینجا وارد شد اومد زیرش، اومد اینجا دوباره اومد زیرش، اومد اینجا دوباره اومد زیرش. یعنی نایه‌های هانت عجیب غریبیه. بعدش اومد شاید شما بگید اینجا میخرم دیگه، دوباره میاد پایین. اینجا میخریدی خب میتونید سود بکنی، اینو از دست میدونی ولی اینو میتونید. ولی خب آلت کنه چون شدیداً ریختیم با یعنی این نایه واسه شما منفی میشد، مثبت هم نمیشد. حتی تو بعضی از آلت کوین مثلا XRP مثلا میتونست مثبت باشه. مثلا شما اینجا میخریدی مثلا رو 2.2 یا 2.3 $، اینجا 1.8 از دست داده بودی، ولی خب تا اینجا 2.7 رو به قول به دست آوردی. حالا بعدا هم دوباره به دست آورد. حالا کاری ندارم، اصلا من با ارزها بعضی ارزها متفاوت عمل میکنن. خلاص اینجا که این نواحی گول زننده هستن. این نواحی رو من با عنوان نواحی گول زننده در نظر میگیرم که نواحی جذابی نیستن. یعنی الان بالای این ببین ناحیه‌های جذابی رو داره میده بهمون. اوکی، داره ناحیه‌های جذابی رو بهمون میده. به نظر من بالای این به نظر من جذابه تا 4.80. البته نه اینکه چیز داشته باشیم این دارم بیایم تو بحر همینم 1000 تا مکافات داریم. ببینیم مثلا اینجا یه ناحیه خیلی مهمی بود، یه ناحیه مهمی هست حتی ببین خورده به این برگه. ناحیه خیلی مهمیه. اوکی، ناحیه مهمیه اینجا خودش. حالا من اینو آبیش کنم، ناحیه مهمیه. از اینجا رو رد بکنیم بالاش یه کندل خوب بزنیم، احتمال این که 4.82 4.81 رو ببینیم زیاده. ولی فعلا میتونیم بگیم وارد یه ناحیه اینجوری شدیم. احتمال من اینجا باشه 4.47 تا یه ذره مثلا نوسان بدیم. اینجوری نیست که سریع بریم، یا مثلا شارپی هم میتونیم ما بریم، ولی خب معمولا اینجوری میاد اینجا یهو حتی میاد یه نزیرش رو برمیداره، بعد میره بالاش و بعد میره اینجوری. یعنی مارکت میکر کاری میکنه که شما پولتون از دست بدین دیگه. اوکی، تا یه روند معتبر نگرفتین نه واردش نشید. خب ما اصلا گیرم اینجا رو شکستیم. خب اینجا رو چون شکستیم من نمیتونستم که اینجا دقیقاً این شورت رو بگیرم. اوکی، البته با 1000 تا معیار داریم ما. اینجا من نمیتونستم شورت بگیرم. وایستا این بیاد تا اینجا یه شکست معتبر بشه، یه ذره اینجا موازی بکنه یا همچین چیزی، بعد بگی که یه مطمئنم که میره اینجوری بره بالا. خب یه همچین ساختاری معمولا تشکیل میده که زیاد هم هست دیگه، این نمیشه کاریش کرد. زیاد تایمای زیادی رو ازتون میگیره. خب اگه مثلا اسپات بیشتر میخواین اگه کار کنین، واسه اسپات
جذاب نیست. خب از این ناحیه تا این ناحیه هم دوباره ببین از اون ناحیه های هم مثل همین ناحیه ببین اونقدر ناحیه چرت و پرت داریم کلا، یعنی بازار درگیر از نظر من خیلی. اینجا هم دوباره ناحیه چرت و پرته. یعنی چی چرت و پرته؟ یعنی اینکه از اینجا تا اینجا میتونه بره، از یه نظر درسته میتونه بره، ولی خب اصطلاحاً این ناحیه دوباره ناحیه هانته. میفهمی چی میگم؟ یه ناحیه هانتی دوباره واسه ما تشکیل داده اینجا که میگه که من احتمال میام پایین ها، ولی دوباره این ناحیه مسخره دوباره و اینجا احتمالاً یه چیز بگیریم بریم بالا. حالا ساختار کلیش هم نگاه کنیم یه حالت دبلیو داره دیگه. دبلیو که خیلی زیادم نشانه 3.80 بگو تا 4.50 مثلا 8.53 رو نشون میده. کجا نشون میده؟ اینجا رو نشون میده. حالا ساختار دبلیوش یه همچین چیزی رو نشون میده. اوکی، پس فعلا حالا زیاد عجله نکنید. ای و اینو میخریدم ترید میکنی اوکی، مشکل نیست. ترید فرق. حالا بیت کوین دامیننس رو هم نگاه بکنیم. بیت کوین دامیننس حالا اینجا یه روندی داشتیم بچه، ببین یه روندی داشتیم، این مدلی بود که یه مثلث خیلی دیگه اصطلاحاً خسته کننده منفی که تو تهش هم ندیدد، نیومد اینجا رو ببینه. خب خیلی از ارزهای این مدلی رو دیدیم، تو TRX مثلا دیدیم که تا اومده تا اینجا بعدش رفته بالا، اینو دیدیم. اوکی، یه ناحیه مقاومتی مهمی بود اینجا یه ناحیه مقاومتی خوبی بود به نظر من. اوکی، اینجا چرا یه کف اصلی تشکیل داده بود اینجا که اومد یه بار تاچ، یه بار دوبار تاچ تقریبا بعد شکست دیگه. اینجا رو شکست و اینجا دوباره ساختار. ببین این به معنای این نیست که ما ساختار نزولیمون تموم شده، ساختارمون عوض شده. این به من این میگه خیلی سریع بود واست این ساختار، یعنی الان هم فعلا همین الانش میشه گفت آره 4 ساعته رو میشه گفت اینجا 4 ساعته رو شکسته. خب ولی خب چند درصد کندل؟ تقریبا 50-60% کندل زده، معتبره، میتونیم بگیم معتبره، میتونیم یه همچین انتظاری داشته باشیم ازش، همچین بیاد بالا، بیاد یه همچین یه ذره حتی بیاد یکم پایین‌تر رو برداره بعد بره بالا که تا این 62 برسه. اوکی، این هم یه همچین چیزی رو میتونیم انتظار داشته باشیم از بیت کوین دامیننس، که بیت کوین دامیننس معیار چیزتون نباشه، معیار ترید کردن نباشه. بالا پایین رفتنش هم پایین رفتنش ممکنه یه جایی به ضرر کل چیزا باشه، بالا رفتنش ممکنه در خیلی جاها به سود چیز باشه. ولی مثلا بیت کوین یعنی اینجا ساختار سودی خیلی بیشتره. چرا مثلا ما بالفرض میدیدیم که رفت 100,000 رو دید، با دامیننس هم خیلی رفت بالا. و آلت کوین ها زیاد ما میدونیم دامیننس الان یه دونه اصلاح بده خیلی شدید میریزیم تو آلت کوین ها. این مشکل دامیننس اینه که هرچند بالاتر میره، مثلا بیت کوین هم بالاتر بره و آلت کوین ها اونم به نسبت بیت کوین بالفرض حرکت کنه، مثلا 5% بیت کوین زده، مثلا 6-7% اتریوم زده، یه همچین چیزی رو میبینیم باید بترسیم. چرا؟ چون ساختار جذاب، درسته میتونی سود بگیری و جذاب نیست، سود جذابی نمیگیره، چون یه دامپش باعث میشه که یا چه میدونم 30-40% از دست بدی. اوکی، دوباره هم ببینید ما نواحی چیز رو تشکیل دادیم. به نظر من اینجا ناحیه مهمیه، 1000 تا میتونید واسه خودتون ناحیه بکشید دیگه، این کارا اینه دیگه بیای. ولی خب اینه که کدومشو بهتر بتونید تشخیص بدی خیلی خوبه. حالا ما این ناحیه رو دارم، چرا اینو کشیده؟ اینجا فیک اوت، اینجا فیک اوته، اومد اینو هم تاچ کرد تقریبا فیک اوت. ما اینجا یه ناحیه دست نخورده داریم که ناحیه خیلی بزرگی هم هست. اوکی، اگه بیایم بالای این ببندیم، نه اینجا هم دوباره ناحیه هانته، ولی خب میشه چون نوسانش خیلی زیاده میشه ازش استفاده کرد تو بیت کوین دامیننس. پس اینو هم در نظر داشته باشیم. و تحلیل امروز هم به پایان رسید، امیدوارم که لذت برده باشید و تا تحلیل آینده فعلا خدا نگهدار.